همکاران محترمتون. خب ما تا جلسه های قبلی رو که در توضیحاتی که داشتیم بیشتر در مورد نظم دهنده های آشپزخونه، لوازم بهداشتی و کیف ها و اینا بوده و کاربردهاشون. حالا امروز یک کار جذاب و متفاوت دیگه که این دیوار کوب ها رو داریم که میتونیم با استفاده از رنگ پارچه اینا رو طرحی که مورد نظرمون هست و روشون اول با مداد خیلی کم رنگ در بیاریم و اینکه اون رنگا رو طرح‌ها رو روش ارائه بدیم. پس در واقع شما اول با همون قیتان‌های ساده دوختین و بعد اینا رو روش رنگ کردین، حالتی نقاشی کشیدین. بسیار عالی، خیلی جذاب. خانم امروز چه قراره به ما آموزش بدین؟ امروز یک سبد مستطیل که به عنوان نظم دهنده، باز میگم که نظم دهنده آشپزخونه، جای برنج، جای سیب زمینی، جای حبوبات، هر کاربردی که میتونیم ازش استفاده کنیم. رنگش قشنگه. خب برای این کار ما 3 روش کفی مربع رو میتونیم در بیاریم، ولی من ساده ترین روشش رو اینجا امروز توضیح میدم. یک کفی 20 در 20 رو در نظر میگیریم. برای کفی 20 در 20 ما اول 18 تا، یعنی 2 سانت از اون ابعاد اصلی کم میکنیم، 18 سانت میگیریم و قیتان ها رو به صورت موازی در میاریم. یعنی برای یک کفی 20 سانتی ما قیتان های 18 سانتی انتخاب میکنیم. یعنی از ببینید هر ابعاد یا مقیاسی رو که ما میخواستیم، اگر مثلا 22 بود 20 میگیریم، اگر که 20 بود 18 میگیریم و اینا رو قیتان ها رو به صورت موازی کنار هم میدوزم. تمام قیتان هایی که همه رو به یک اندازه 18 سانت برش زده بودن کنار هم میدوزم. خب از قبل من آماده کرده بودم که حالا با توجه به زمان محدودی که داریم زمانمون گرفته نشه. برای 20 سانتی که در واقع میخوایم عرض کارمون رو میگیم یا طول و عرض. طول و عرضش یکسانه؟ بله، مربع طول و عرض یکسان. بنابراین تعدادش هم همون مثلا 18 تا رو انتخاب کنیم. بستگی به ضخامت قیتان داره. بله، ضخامت قیتان ها با هم متفاوته. 6 میل داریم، 7 میل داریم، 8 میل، 9 میل دیگه. بنابراین میتونیم بدوزیم و بعد با متر اندازه‌گیری کنیم. الان شما قطر این قیتان ها چقدره که دیگه کار میکنید؟ 6 میل و چند تا استفاده کرده؟ من 20 تا برش زدم. حالا اینجا ابعاد دقیق رو من ندارم، برای اینکه خب برای آموزش هست. حالا بله شما دیگه چشمی کار میکنید، ولی ما باید دونه دونه اینا رو حساب کنیم. معمولا برای قیتان 7 میل برای 20 سانت، بله برای 20 سانت باید 22 تا قیتان برش زده بشه. بسیار. تعدادش رو فکر کنم تا حالا فکر نکرده بودین، الان من گفتم. چرا؟ زمانی که به اون ابعاد مورد نظر رسیدیم، ریشه ها رو میگیریم که کاملا صاف بشه. زمانی که
ریشه گیری کردیم و مرتب شد، برای جبران اون 2 سانت، جبران 2 سانتی که ما از مقیاس اصلی کم کردیم، قیتان رو به اصطلاح قاب قیتان، قاب کفی، یک قاب کفی ما برای کفیه که به صورت موازی قیتان ها رو کنار هم گذاشتیم شروع به دوختن میکنیم. البته دوستان اینم در نظر بگیرن که حتما دوخت قاب کفی درجه ها رو باید تنظیم کنن که دوخت ها خیلی به هم نزدیک تر بشه که ما این ریشه های اضافی که داریم دیگه تو کار مشخص نباشه. این تنظیم درجه ها رو میشه بیشتر توضیح بدین؟ چشم، کارم تموم شد. ممنون میشم. قاب کفی کاملا دور تا دور کفی رو دوخت میزنیم. 2 ردیف که جبران اون 2 سانت بشه. الان به دوخت دیواره میرسیم. برای دوخت دیواره هم همون روش هایی رو که برای مربع و برای گرد و بیضی توضیح دادم، همون روش رو برای مربع هم استفاده میکنیم. یعنی الان در واقع از اون قابی که دوختیم نخ رو قطع نمی‌کنیم، قیتان رو قطع نمی‌کنیم. شروع به دوخت دیواره. بسیار. دستمون رو با شیب ملایم برای دورگیری اول میاریم بالا. با این کفه 20 سانتی شما پیشنهاد خاصی دارین برای ارتفاع کیفمون؟ تا هر سایزی که مد نظرشون هست. ببینید مثلا برای نظم دهنده آشپزخونه، برای سبزی ما نمیایم ارتفاع خیلی بالا رو بگیریم که خب سبزیایی که میذاریم داخل سبد مشخص نمیشه. ارتفاع 10 سانت مناسب. برای جای حبوبات ارتفاع 12 سانت تا 15 سانت مناسب است. برای برنج اینا خود میگم که حالا ردبندی چی میخوایم ازش استفاده های متفاوتی داره. حالا ببینید این ارتفاع من مقدار اومد بالا، با دست صاف میکنم. این روش که من توضیح دادم برای گوشه ها و زاویه های مربع خیلی مناسب تره، یعنی زاویه ها و گوشه های مربع تو این روشی که من توضیح دادم بهتر خودشو نشون میده. اون 2 روشی که من حالا باز اگر زمان بود توضیح میدم، اون 2 روشو خیلی این گوشه ها در نمیاد.
یعنی این علاوه بر سادگی که داره، سادگی دوختی که داره این روش، میگم که گوشه های مربع هم خیلی خوب برای ما نشون میده. حالا من از قبل خب یه مقدار دوخته بودم که این کار رو من ادامه میدم که دوستان بیشتر. هست؟ این کار 22 اگر اشتباه نکنم 22 هست در 22 25 در 25. یه مقدار که دیگه ارتفاع گرفت کار رو به خود دیواره چرخ میچسبونم و اینکه شروع به دوختن میکنم. تا پایان همین حالت رو بله که دهانه سبد باز نشه. بسیار مقایم عزیز، چون که زمانمون رو به اتمامه، من میخوام که باز خواهش کنم اون درجه دوخت ها رو که فرمودین یه بار دیگه. درجه دوخت ها خب برای چرخ های خونگی که خب دفترچه های چرخ هست، خب دوستان میتونن از روی همونا در بیارن درجه ها رو، ولی برای چرخ های صنعتی اگر دوربینی قسمت رو میگیره که من این قسمت رو توضیح بدم. این قسمت شیار چرخ برای بلندی زیگزاگمون هست، یعنی من این پیچا رو که باز میکنم اینو کم میکنم که بلندی این دوختای زیگزاگ کوتاه و بلند میشه. این برای این نمونه و این درجه‌ای که اینجا هست برای زیاد یا فاصله های بین دوخت هست. اگر من بین دو مثلا روی 2 بذارم، خب دوخت های من معمولی دوختای مناسب تری هست. کلا برای دوخت قیتان روی 2 تا 2.5 باشه مناسب هست. اگر من این درجه رو 3 بذارم، خب 3 خیلی زیاد میشه، ولی برای دوخت قاب کفی حتما باید درجه دوختمون بین 0 تا 1 باشه. کمترین درجه رو برای قابش بله که ببینید اینجا الان ریشه های مقدار مغزی کار مشخص شده، اینا دیگه توی دوخت از بین میره و خیلی تمیز میشه. بسیار عالی. خانم مقامی پور عزیز خیلی متشکرم. خواهش میکنم. تا اینجا این رو داشته باشیم. فکر کنم مهمترین نکته ها رو فرمودید. بله. حالا ان شاءالله جلسه های دیگه راجع به باز جزئیاتش و طرح‌های دیگه و این دیوار کوب ها رو هم میتونیم حالا اینجا باز بهتر ببینیم. خیلی ممنونم از حضورتون، از راه دور هم آمدید.